از بنبست کمونیکاسیونی رهایی بخشیدن کشور یکی از هدفهای استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته. با این مقصد برای بنیاد راه و پل‌ها و نقب‌ها که از عامل‌های مهمترین رشد استوار مملکت میباشند پیوسته چاره‌های عملی اندیشیده میشوند. در این روند بنیاد نقب آزادی باز یک نمونه واضح تشبس‌های بی‌نظیر و تاریخی رزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است. ساختمان نقب آزادی 20 اکتبر سال 2006 شروع شده 30 اوگوست سال 2009 با اشتراک پیشوای معظم ملت مورد بهره برداری قرار گرفت. برای ساختمان نقب مذکور زیاده از 130 میلیون سومانی مبلغ صرف گردیده است. درازی نقب آزادی 2224 متر بوده 5 کیلومتر راهی درآمد و برآمد آن و پل درازیش 180 متر مطابق طلبات معیارهای زمان ساخته شده است. با بنیاد نقب آزادی مسافه راه دوشنبه کلاب 7 کیلومتر و وقت حرکت واسطه‌های نقلیات در این مسیر 40 دقیقه کوتاه گردید. نقب آزادی نه تنها در تامین رفت و آمد دائمی ساکنان منطقه‌های گوناگون کشورمان بلکه در احیای راه بزرگ ابریشم اهمیت بزرگ دارد. نقب آزادی با در نظر داشت رشد منبعد اقتصادی و اجتماعی وطن عزیزمان ساخته شده از جمله دستاوردهای بی‌نظیر زمان استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد.